سلام و درود به تمام شما بینندگان عزیز و هواداران پخت و پز. در این ویدیو پیشکش شما یکی از سازهای تند یعنی شرف ساز به اصطلاح آلمانی ها پیشکش میکنیم و با ما باشید ببینید که چگونه آماده کرده می شود، شاید که برای شما هم لازم شود. از پمیدور یعنی از گوجه فرنگی شروع میکنیم، یعنی تقریبا 1 کیلوگرم پمیدور باشد که به هر شکلی که شما خورد میکنید میشود، ولی من کوب مانند خوب کردم. شکل آسانش این طور است، یعنی چند محصولاتی را با هم آمیخته میکنیم و بازم یعنی چگونه آماده کرده می شود برای شما پیشنهاد میکنیم که خیلی زازه خوشمزه هم هست. یعنی بسیاری ها این خورش را میکنن برای آماده کردن خوراک ها، یعنی آمیخته میکنن. ما اینجا کمی زیادتر کردیم و در داخل یخچال میگذاریم و بازم شروع میکنیم با قلمفور. اینجا چند نوع قلمفورها هست. قلمفورهای تند، این خلپینیوس میگوین و شما یعنی دانش را تازه میکنید، یعنی چگونه که شما با شما موافقت کند. شکل طرزی آسان جدا کردن دانش. خب این را خورد میکنیم. من اینجا یعنی ایمبیر یعنی با اصطلاح فارسی زبان ها زنجبیل میگوین، آلمانی ها اینگوا میگوین. من اینگوا کردم. اگر شما به اینگوا هم کنید خوشمزه تر است، ولی اگر اینگوا را هم میکنید خیلی کمی اینگوا را خورد کنید، زیاد خورد نکنید که لذتش را تغییر میدهد. اینم قلمفور تند، یعنی چند دانه از این قلمفور. خوب، با 3 دانه بلغارسکی، 3 دانه قلمفور شیرین. قلمفورم تمام شد. دعوت میکنیم با سیر پیاز را هم با کمک دعوت میکنیم، یعنی با چسناک را. هر یک محصولاتی که اینجا مخته کرده می شود اینها یک خاصیتی خوبی به خودشون دارن. یعنی چیزناک هم به خود خیلی فایده های دارد. اگر خدا خواهد ما در ویدیوهای آینده یا در چند بعدا یعنی برنامه داریم که درباره چیزناک یا درباره دیگر محصولات ها برای شما معلومات دهیم که چه فایده هایی دارد. و در ماه توبه یعنی سکوارودکا ما 5 میلی گرم روغن را سرخ میکنیم و شروع میکنیم پیاز، یعنی پیاز رو در این تف میدهیم، کمی سرخ میکنیم. بعد اون طرف باشد در ظرف دیگر 3 دانه پیاز تقریبا کفایه هست. در ظرف دیگر باشد دیگر محصولات ها را هم میجوشانیم و این پیاز وقتی که سرخ شد در اونجا با این در این ظرف یعنی آمیخته میکنیم. پیری پرو و یک قاشق مرچ، یک قاشق خوراک خوری و 1.5 قاشق دیگر نمک و
و شکرم آمیخته کردم بعدا آمیخته میکنم و از 10 تا 20 دقیقه تقریبا میجوشانیم. همینطور بازم 5 میلی گرم روغن معمولی رو آمیخته میکنیم. سه 4 دقیقه وقتی که پیاز رو جوشاندیم تفت دادیم و در همین آمیخته میکنیم و این رو هم همیشه با هم میزنیم که تا که زیرش نچسبد. اینجا تقریبا 2 قاشق خوراکخوری شکر میزنیم. همگی تقریبا نیم ساعت یعنی 30 دقیقه میجوشونیم کفایه هست. با این دستگاهی میکسر کنیم ما میکسرش میکنیم یعنی که خیلی خردش میکنیم. تمام با همین یعنی خوراک ما آماده است. میتونیم که کم کم این خیلی خیلی تند است برای کسانی که میل تند خوردن دارن میتونن که از این در خوراکهایشون استفاده کنن یعنی زیاد خورده نمیشود. ولی به هر صورت خیلی خورش آسان و خورش خوشمزه هم هست. با ما باشید دوستان عزیز. در آخر فراموش نکنید به پیامبر صلوات میفرستیم. تا ویدیوهای دیگر خدا نگهدار شما.